قضیه دوستی و دشمنی در اسلام یکی از اصول توحید و یکتاپرستی است. وقتی که یک نفر به اسلام وارد میشه میگه که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، بزرگترین اصول و اساس و پایه این شهادتین که بیان میکنه یکتاپرستی است که الله سبحانه و تعالی رو به یگانگی بپرسته. به خاطر همین شهادت میده به وحدانیت و یگانگی الله سبحانه و تعالی. بعضیا فکر میکنن که با گفتن همین شهادتین دیگه کار تمام است، کلید بهشت دست ما هست و خلاصه میریم وارد بهشت میشیم. اما طبق همون حدیث صحیحی که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت است که کلید بهشت لا اله الا الله هست و این لا اله الا الله و این کلید دندانه هایی داره و دندانه های این کلید عمل کردن به مقتضای لا اله الا الله است. تنها گفتن یک مطلب سبب این نمیشه که ما از مزایای اون برخوردار بشیم. مثل این میمانه که یک نفری بیاد هدفش این است که دکتر بشه، پزشک بشه، بیاد صبح تا شام تو خونه بشینه بگه که من میخوام دکتر بشم، من میخوام دکتر بشم. آیا این شخص میتونه فردا بره پزشک بشه، طبیب بشه، دکتر بشه و در یک بیمارستانی در شفاخانه‌ای بره مردم رو مداوا بکنه؟ نه خیر، باید زحمت بکشه، باید عملاً درس بخونه، سعی بکنه، تلاش بکنه تا مدرک به دست بیاره و بعد از اون امتحان بده. اگر در امتحان کامیاب شد بعد این شخص میره دکتر میشه و میتونه که از این مدرکی که گرفته و از این لقبی که در کنار اسمش هست استفاده بکنه. در مسائل دنیوی مردم همه این چیزها رو در نظر میگیرن. به قول معروف با حلوا گفتن دهن شیرین نمیشود. اما مسئله آخرت که اومد بعد میگن بله لا اله الا الله گفته دیگه وارد بهشت میشه. نه خیر، لا اله الا الله گفته، اما آیا به لا اله الا الله عمل کرده؟ آیا به دستورات، به نواهی لا اله الا الله پایبند بوده یا نبوده؟ همین که میگیم لا اله، هیچ معبودی بر حق نیست که شایسته عبادت باشد الا الله. این جمله از دو بخش است. یکی نفی معبودان غیر الله سبحانه و تعالی و یکی دیگر، قسمت دیگر، اقرار به وحدانیت الله سبحانه و تعالی. اقرار به وحدانیت الله سبحانه و تعالی به این معنی است که الله متعال امر میکنه که قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. بگو ای محمد به بندگانم، به مؤمنین که همه عبادت ها، اینجا یکی دو عبادت به عنوان نمونه بزرگترین عبادت ها ذکر میشه، صلاتی، نسکی، نماز من، چون نماز ستون دین است، اساس دین است. نسک همه قوانین دین، قربانی، حج، روزه، هر چی که شما اسمش رو عبادت میگذارید خاص باید برای الله سبحانه و تعالی باشد. نیت باید این باشد که خاص برای الله متعال انجام می شود و کسی دیگری رو در این شریک قرار ندهیم و طبق دستور الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد. نفی همه معبودانی که غیر الله سبحانه و تعالی وجود دارند، چه این معبودان بت‌ها باشن، انسان‌ها باشن، علما باشن، دعوتگران باشن، آخوندها باشن، هر کسی که اوامر و نواهی او مخالف قرآن و سنت باشد و ما از آنها پیروی کردیم، این عمل ما مخالف مقتضای لا اله الا الله است. الله متعال می‌فرماید اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. آنها علمایشان را، کشیشانشان را، آخوندهایشان را خدایانی گرفتند غیر از الله سبحانه و تعالی. یعنی آنها اینها را پرستیدن. یکی از صحابه
به عنوان استفسار از پیامبر صلی الله علیه و سلم میپرسه یا رسول الله من قبلا مسیحی بودم، ما کشیشامون رو خدا نمیگرفتیم، اونها رو عبادت نمیکردیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند مگر وقتی که حلالی را حرام، حرامی را حلال میکردن شما از آنها پیروی نمیکردید؟ گفت که چرا این کار رو میکردیم؟ گفت همین است، عبادت یعنی همین، آنچه که الله متعال امر کرده اون رو باید اطاعت کرد، آنچه که الله متعال نهی کرده از آن باید دوری کرد در امور دین. و اگر همین امور رو ما از اوامر و نواهی رو از غیر الله بگیریم که خاصتا مخالف اوامر الله و رسول باشه، در این صورت مرتکب شرک شدیم. به همین دلیل اگر شما دیده باشید در قرآن کریم، در سنت، در سیرت همیشه شنیدید میگن کفار و مشرکین. کفار کسانی هستند که یا منکر الله سبحانه و تعالی هستند، یا اینکه به همه اینها، مسیحی‌ها، یهودی‌ها، مشرکین، بت پرستا، همه اینها اطلاق کلمه کفار میشه. چرا یک تعدادی رو بهش میگن یهود، یک تعداد میگن نصارا، یک تعدادی بهش میگن مشرکین؟ مشرکین کسانی بودن که به الله اعتقاد داشتن، حتی به خدا یگانه هم اعتقاد داشتن و اعتقاد داشتن که خالق و رازق و کمک کننده و همه چیز الله متعال است. وقتی میگفتن پس چرا این بت‌ها رو میپرستید؟ میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما این بت‌ها رو نمیپرستیم مگر اینکه ما رو به الله نزدیک کنن، یعنی اینا واسطه ما هستن. و این بت‌ها هم فکر نکنید که مثلا میرفتن یک سنگی رو از کوه میآوردن میتراشیدن اسمشو میذاشتن مثلا لات، منات، عزا، نه، همه بت‌ها نمادی بودن از شخصیت‌ها و انسان‌های برازنده‌ای که در جامعه اونها یا قبل از اونها از پیشینیانشان زندگی میکردن، انسان‌های صالح و خوبی بودن. به یادبود اونها این سنگ‌ها رو تراشیدن و آهسته آهسته اینها رو واسطه بین خودشون و الله متعال قرار دادن. همین حرفی که مشرکین امروز میگن ما پیش الله روح نداریم، پیش الله رو نداریم، پیش الله نمیتونیم، ما بنده گناهکاریم، اینها واسطه ما هستن، ما رو به خدا نزدیک میکنن. الله متعال و دین مبین اسلام و رسول الله صلی الله علیه و سلم با همین چیز مبارزه کردن که هیچ چیزی بین تو و پروردگارت نیست. ادعونی استجب لکم، مرا بخوان تا اجابتت بکنم. تمام. هدف از لا اله الا الله امین است. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس را نیافریدیم تا که ما را عبادت بکنن. پس عبادت در اینجا به معنی این است که الله را به یگانگی عبادت بکنن، لیوحدون، الله را به یکتاپرستی عبادت بکنن. و اصل این یکتاپرستی و توحید چی است؟ ولا و برا. ولا و برا یعنی چی؟ قبول کردن ولایت و ولا و دوستی و محبت مسلمانان و براءت جستن از کفار، مشرکین و از کسانی که یا چیزهایی که به غیر از الله سبحانه و تعالی چی میشن؟ پرستیده میشن. یا از طواغیت، طاغوت هر چیزی که به جای الله متعال قرار بگیرد، در کنار الله متعال قرار بگیرد، قوانین و دستوراتش در کنار قوانین و دستورات الله سبحانه و تعالی قبول کرده شود، عمل کرده شود، طاغوت است در مسائل دین. و مهمترین مسئله که خدمت شما عرض کردم ولا برا هست، همین دوستی و دشمنی در راه الله سبحانه و تعالی. ما در همین جنگ اخیر متاسفانه دیدیم که خیلی از علما، دعوتگران، دکتران، احزاب، گروه‌ها، مؤسسات به ظاهر اسلامی در این زمینه میلنگند و خیلی از عزیزان و دوستان اصرار کردند که در این مورد صحبت بکنید، چون یک مسئله مهم اعتقادی است. شما اگر در مورد ولا و برا اطلاعات نداشته باشید و به مقتضای ولا و برا عمل نکنید، همه عبادت هایی که انجام میدهید نماز، روزه، زکات، حج، صدقه، خیرات، زکات، همه اینها مورد قبول قرار نمیگیرد، چون اصل توحید شما اشکال دارد. مثل این میماند که کسی بیاد یک خانه‌ای درست بکنه، آپارتمانی درست بکنه، 10 طبقه، 20 طبقه، 30 طبقه، 40، 50، 100 طبقه، اما اساس و بنیادش خراب باشه، اساس و بنیادش سست باشه، در کوچکترین زلزله، در کوچکترین تندباد، در کوچکترین سیلاب همه این ساختمان فرو میریزه. توحید
اساس دین است، اساس اسلام است. شما اگر که اساس دینتون درست نباشه، شما هر چقدر میخوای اعمال صالح بر این بنا بکن، اما گاهی میشه که یک شبه همه اینها فرو میریزه. و ما دیدیم که در ظرف 24 ساعت همینطور داشت میریخت. تعدادی که از اصل توحید و از اصل ولا و برا خبر نداشتن لغزیدند، افتادند و همه آنچه که بنا کرده بودن از اعمال صالح همه برباد شد.